این هفته خبر تو خبر داره براتون از مراسم چال کردن عظما و آبقور پارتی توی نظام ولایت. نجم آرپیجی ها هم برای مرگ قاتل عمامه‌دار مردم ایران اینطوری ادا اطوار در آوردن. سید علی، من بدون تو هیچ کاری نمیتونم بکنم. من زندگی من بودی، تو همه کس من بودی. اینا بمیرم برای بازار مداحان خامنه‌ای هم داغ شده بود و زور میزدن تا یه اشکی از بسیجی ها بگیرن. دیدید بالاخره وقتی آوار این چیزی میاد آدم دستشو باید حائل کنه ناخودآگاه. قربون اون دست جانبازت. مجریای بسیجی تیویریش هم مجریگری رو کنار گذاشتن و زدن تو خط روزخونی. اما می شود نروید، می شود ما را تنها نگذارید، می شود باز هم با همان صلابت برایمان سخن بگویید. یه عدم برای ساندیس بیشتر به صورت مصلحتی قش کردن. عزیزان در مقام جنوبی و شمالی مصلا باز هستن و رفت آمد شهدا به راحتی انجام بگیره. مردمم تو فضای مجازی این مراسم رو به این صورت نمایش دادن. اصلا نمیشه باورم که دیگه نیستی بینمون، قصه یکی دوتا که نیست تو رو گرفتن ازمون. هوش مصنوعی هم به کمک مردم اومد و از این کلیپ ها تو فضای مجازی منتشر شد. قوقاس اینجا دیگر برایم آخر. این هم یک نمونه دیگه از کلیپ های طنز که نشون دهنده نفرت مردم ایران از خامنه‌ای ضحاکه. تو این چیه؟ فقط بستنیه داداش. بازش کن. آیا این؟ نگران نباش، هنوز بازم یکی دیگه مونده، تازه است. بردار داداش، مهمون من. دیدی؟ حتی مردش هم هنوز به درد. حالا مهره‌های اصلاحاتی تو این وضع و اوضاع دنبال اینن که خر نظام رو از پل بگذرونن. گفتم طبقه متوسط ایران رو با تورم کمرش شکستیم، با اذیت و آزارهای اجتماعی دلش رو. با اگر این رو اصلاح کنیم برگردیم به ملتمون. این جلسه امشب تجلی است از همین. نمیخوام بگم ما این شبها در باغ فردوس از وحدت داریم حرف میزنیم و داریم میبینیم که همه از هر گرایشی کنار هم نشستن. همه تک تک حضار یا اغلبشون من میدونم نگرانم که خر ما از پل بگذره یادمون بره. امیدوارم این اتفاق نیفته انشالله. اما کور خوندن، حالا دور سقوط نظام و مهرهاشه. از اون طرف یه عدم نگران دادن سیگنال ضعف از درون نظام هستن. جنگ تمام نشده. من تشبیه کردم گفتم مثل کشتی المپیکه، ما بین دو نیمه راند اولو خیلی خوب ایران کشتی گرفته که تحسین جهانیان رو برانگیخت. دیدید اون مجلس یک کشور آفریقایی که وقتی معاون سفیر ما اسمش خوندن بلند شد کلی براش دست دادن و بازخوردهای فراوان. ولی بازی تمام نشده، ما استراحت بین دو نیمه هستیم. آمریکایی‌ها هنوز به این جنبندی نرسیدن، محاسباتشون تغییر نکرده که ایران بلعیدنی نیست. به خاطر برخی سیگنال ضعفایی هم که ما میدیم، به قول صاحب اشک کباب موجب طغیان آتش است. نباید سیگنال ضعف بدیم، باید سیگنال قدرت بدیم. حالا این شما و این هم نمونه ای از سیگنال های ضعف از درون نظام. خبر دارید مردم جنوب لبنان سقوط کرده.
اونایی که لبنان رفتن میدونن الان نبطیه، اینا اومدن تا نبطیه یعنی تمام، یعنی جنوب لبنان سقوط کرده. این بسیجی دل و دماغ سوختم اینطوری دل همریشاش رو خالی میکنه. آیا ما توان نابودی نظامی اوکراین اسرائیل داریم یا نه؟ الان نه. قبلا چی؟ قبلا هم نه. خب پس چرا سالها شعار دادیم؟ یکی از اتفاقات خوبی که این جنگ شکل داد اینه که هم مسئولین ما در رده‌های سیاسی هم مسئولین ما در رده‌های نظامی یه مقداری چشمشون با واقعیت‌های کف میدان بیشتر باز شد. این حرف من شخصا این حرف از سالها قبل زده بودم. مثلا چی؟ مثلا که آقا توان موشکی بازدارندگی ایجاد نمی‌کنه. این چیزی تو ذهن شماست. توان موشکی ایران کجا بازدارندگی ایجاد می‌کنه؟ برای همین کشورهای حاشیه دور خودش. این پسر رحیم صفوی هم حرفش اینه که بی خیال تبدیل کاخ سفید به یزیدیه بشید. این وسط اون چه که ضربه میخوره خود نظامه. چجوری شما میگی که اون در آستانه فروپاشیه؟ تورم در آمریکا رو بررسی بکنید با تورم در ایران، کدوم یک در مرحله بالاتری قرار داره؟ جنگ تو خاک ماست، تو خاک اون نیست. اون عملاً چه ضربه‌ای داره میخوره؟ عملاً ضربه واقعی که کدوم ساختموناش منفجر شد در خاک آمریکا، کدوم وزراش کشته شدن. اون جنگ برای اون تفریحه، اون جنگ برای اون اسباب ارتزاقه. اصلا ماشین جنگیش اعتیاد به جنگ داره. اصلا اگه جنگ نکنه اقتصاد آمریکا به مشکل میخوره. ما اینجوری نیستیم. اما واقعیت قضیه اینه که این نظام بدون جنگ نمیتونه سرپا بمونه. به خاطر همینم این اصلاحاتی بشنگ اینطوری حرفای پشت پرده رو لو میده. من تو خانه احزاب بودم، بحث همین مشارکت مردم شد که آقا بالاخره 51% مردم نیومدن، چه کار باید بکنیم که برای انتخابات بعدی شوراها که ما در پیش داریم و تازه تناسبی هم هست و نمیدونم این حرفا، مردم مشارکت داشته باشن. و یه بنده خدایی، حالا اسمم نمیارم، برگشت گفت آقای که ناراحت نباشید، ما بلدیم چه کار کنیم. چه کار کنیم؟ یه بار دیگه میگیم اسرائیل بالاخره حمله میکنه و مردم به خاطر بالاخره حمله‌ای که اونو کردن میان پشت سر نظام و میستن. ببین تفکر کجاست؟ متوجه عمق فاجعه شدن. اگه مهره‌های نظام هوش این هاپوی زبر رو داشتن وضعیتش بهتر از این بود. برق روشن کن. بده بیا. کنترل. یس. صدش خالی. بنا صدش خالی. بنا صدش خالی. گود جاب. بده بیا. بخواب. پاشو. بشین. اپ. عقب. 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 بشین. یه عدم دلشون رو به پولای آزاد شده بعد از توافق خوش کردن، اما این کارشناس نظام هم اینطوری امیدشون رو ناامید میکنه. یه چیزی هم که این روزا خیلی دربارش بحث میشه، این منابع ما در خارج از کشوره که یکیش همین 6 میلیارد دلاریه که توی قطره. این مگه یه بار آزاد نشده بود دولت قبلی؟ ببینید در دولت شهید رئیسی با پیگیری‌هایی که انجام گرفت، خب این پول در کره متوقف شده بود. و بنابراین با هماهنگی هایی که شد، بنابراین شد که این پول از کره آزاد بشه، بیاد در قطر و در قطر تخصیص پیدا بکنند. وقتی که این انتقال انجام گرفت، آمریکایی ها دوباره یک بار دیگر اون ناجوانمردی خودشون رو انجام دادن، با علیرغم اینکه توافق ها شده بود که این پول آزاد بشه و در اختیار ایران قرار بگیره، اما مجدد در قطر محدودیت ایجاد کردن و اجازه تصرف رو به ایران ندادن. خلاصه اینکه دکترای نظام هم دیگه به این نتیجه رسیدن که این نظام دچار یک بیماری صعب العلاجه، دوا هم نداره. مثل که بیماری میمونیم که دچار یک بیماری صعب العلاج شدیم، نمیخوام تن به شیمی درمانی هم بدیم. دستگاه امنیتی نگرانی هایی که خب این وضعیت اقتصادی میتونه به یک مشکلات
جدیتر اجتماعی هم منجر بشه. بحران امروز ما که فقط هم بحران نظامی نیست، به حال حوادث 18 و 19 نشون داد که ما فقط بحران ما شکاف‌های اجتماعی داریم. بیت العنکبوت پوشالی مجتبی هم به زودی به دست مردم ایران فرو میریزه. مشنگستان این هفته رو با طرح خالی باف برای تنگه هرمز شروع میکنیم. این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن و حرف ما رو نمیخوان قبول کنن، ما نباید تنگه به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. بسیجی ها هم جواب خالی باف رو اینطوری دادن: ظاهراً خالی باف میخواست با آسانسور مذاکرات خودشو بالا بکشه، اما تا اینجای کار چنین بلایی سرش اومده. بساط خاطر بازی و خاطر بافی توی نظام همچنان داغه. فرزندان ایشون تو هیچ کار اقتصادی دخالت نداشتن، تو هیچ بانکی حساب نداشتن، تو هیچ شرکتی سهم نداشتن. حالا خیلی حرفا دشمن میزد و به ساده ترین وجه زندگی میکردن، اصلا شناخته نبودن. حکایت خالی بندی های این حداد قاطر حکایت این تولید کننده تخم مرغ ماشینیه که میخواد با یه پر کشکی اینطوری جلوه بده که تخم مرغا طبیعی هن. و eine Feder bitte. Eine Feder, dankeschön. شهردار دزد تهران یعنی زاکانی هم طبق معمول در حال نقشه کشیدن برای جیب مردمه. از قبل هم ما میگفتیم حدود 25 میلیارد دلار پول نقد دست مردمه. چرا این باید دست مردم باشه خارج از حوزه اقتصاد؟ به یک نوعی این ظرفیت کشور یک جایی انباشت بشه و مورد استفاده قرار نگیره، غیر از جای ضروری که باید هزینه بشه. و این اتفاقاً اینا در حالی دنبال خالی کردن جیب مردمن که جوانای ایرانی باید 8 نفره برن یه موتور بخرن. آقا یه موتور فروختیم به صورت اینا همه که با هم دیگه پول نادن خریدن. نفری چقدر دادیم برای این موتور؟ 10 تومن 15 تومن یه چیزا دادیم ها. نوبتی سوار میشه. حالا اول کی سوار میشه؟ اول علی سوار میشه. آقا مبارک تو باشه. مبارک همه تو باشه. انشالله بهتر از اینا بخریم. بچه خیلی گلی بیدن، کار کردن، زحمت کشیدن، اومدن همگی با هم دیگه موتور خریدن. مبارک باش. او هم اونجا.